مرا چشمیز خون افشان ز دست آن کمان جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن در اینجا حقیقت ورای نقش هاست. یک نفر دزد، یک نفر قربانی. در سطح عمیق‌تر هر دو یک نقش در نمایش جهانند. دزد بدون قربانی دزد نمیشه، قربانی بدون دزد قربانی نمیشه. هر دو مکمل یکدیگرند تا نمایش معنا پیدا کنه. در اینجا اصل یگانگی در کثرته. همه ما بازیگران یک حقیقتیم. نقش ها متفاوته ولی پرده و حقیقت یکیست. حالا میدونی فکت هستی شناسانه چی میگه؟ میگه هیچ رفتاری در تاریک ترین وضعیت ها کاملا خالی از اثر حقیقت نیست. درست مثل این که در اعماق کهکشان های تاریک هم فوتون هایی هست که رد نوری رو حفظ کرده. تو نمیتونی از ذات حقیقی خودت فرار کنی. حتی اگر به عنوان نقش دزدی هم بیای، در نهایت در ذرات وجود تو اون شرافت تراوش پیدا میکنه. ما از نور ازل هستیم و به نور ازلی بازگشت میکنیم. تاریکی مخصوص فیزیک و بازی های فیزیکه. حتی اگر در اون نقش میای، درسته که اوایلش یادت نمیاد که چرا اینجا هستی، ولی بعد اعمال و رفتار تو میتونه برای تکامل تو کمک کننده باشه که شاید این نقش رو دیگه بازی نکنی. انتخاب خودت. حالا میخوام فراتر از ذهن برم. جایی که ذهن همه چیزو میخواد سیاه و سفید، خوب یا بد، دزد یا مظلوم ببینه. اما در جایی، در ساحتی فراتر از ذهن، هر کنش یک انعکاسی از بازی بزرگ انرژیه. یعنی دزد، قربانی، ترس، انصاف، همه یک حرکتند. همه یه حرکتند در جریان کل. در جریان کل. یعنی یک جایی در وحدت وجود. و حالا خیلی خالصانه تر و راحت تر برات بگم، جایی که شر رخ میده، حقیقت وجود به صورت خیر آشکار میشه، به مانند قانون تطابق که بالا پایین، شب روز، خوبی بدی، همه اینها وجود داره و ذهن تحلیلگر ما به صورت چیزی که توی ناخودآگاه و آموزش دیده اینها رو بیان میکنه، تفسیر میکنه، تحلیل میکنه. تمام آدم ها در این نقطه گیر میکنن. تمام موجوداتی که شاید روی این هستی وجود داشته باشن در این نقطه خیلی عظیم و فصیح گیر میکنن. ولی چیزی که وجود داره، ما باید فراتر از ذهن بریم. چطور؟ با علم و مطالعه‌ای که خودمون میتونیم بهش دستیابی داشته باشیم. نمیدونیم درسته یا غلطش رو نمیدونیم، ولی جایی که قلب آرامش پیدا میکنه، جایی که با فرکانس وجود تو یکی میشه، باید فراتر از ذهن رفت و وحدت پنهان در تضادها رو باید بشناسیم. واقعا کسی نیست که به ما در نهایت، برای کسایی که خیلی گیر میدن و به باور و به اصلی نمیتونن بس پیدا کنن، باید این رو بگم که در جایی که تو فقط بتونی به قلبت اعتماد کنی و تمام این تضادها رو بشناسی و اطلاعاتت رو تکمیل کنی و بتونی در اینجا امید داشته باشی، زندگی کنی و به حقیقت وجود پی ببری تا تو رو به مراحل بالاتر ببره، اون لحظه میتونی آرامش بگیری. اون لحظه میتونی به معنای واقعی زندگی کنی. ولی اگر خودت رو در سرگردانی عظیمی بندازی، هیچ وقت نمیتونی که زندگی کنی. نه تنها این نیست، هیچ وقت نمیتونی تکامل پیدا کنی و گیر میکنی، معلق میمونی در هستی، جا میمونی، هر لحظه هویت تو از دست میدی.
تجربه میکنی، میفهمی اتفاق افتاده که جریان میدم اینها رو. خیلی میتونه بد باشه. آدم‌های سمی زیادی سر راهت قرار میگیره اگر به فرکانس وجودی ندای قلبت و شهوداتت و مطالعاتت اعتماد نکنی.